همسر آقای عبداللطیف پدرام شما رو متهم کردن به اینکه ماهی $14,000 آمریکایی از حکومت افغانستان معاش می‌گرفتید، در هتل 5 ستاره دوحه روزهای روز استراحت می‌کردید. کدام من قانونی ندارد. دولت می‌خواد 14,000 40,000 بده، فرض کنیم. این نیست که آدم پول‌های مشکوک از جاهای دیگه به دست بیاره که فراترش معلوم نباشه که از کجا میگیره. جناب آقای پدرام در این 3 تا خط اولی جبهه مقاومتی مشکل. 1 اسلام معتدل. آقای پدرام تا جایی که من میفهمم ایشان اخراج شدند. آقای احمد مسعود صبح گفت که من میمانم در پنجشیر، شب دوشنبه تاجیکستان بود با یک پرواز. هر وقت که لازم باشد تصمیم خواهد گرفت، تصمیم گرفته میشه که او بر بگرده. با این تعبیر چه تفاوتی میان جنگ امروز شما و او فرد انتحاری دیروز طالبان هست که او هم با کشتن خود میخواست به پیروزی برسه و شما هم با کشتن خودتان میخواهید به پیروزی برسید؟ مردم افغانستان نمرده، تسلیم نشده، آنها مبارزه میکنن. چرا این گروه ها در کنار یکدیگر نیستند و با فاصله در خطهای متفاوت در برابر یک دشمن واحد می‌جنگند؟ همین پرسش و همین انتظار منطقی نیست. آدمای با تجربه تر بفرمایند. اگر ما بی پول هستیم که هستیم، پولدارترها بفرمایند برن. ادبیات دیپلماتیکش هر کسی هم بیا قابل نسبت به روش هم هموار میکنیم. چه ضمانتی وجود داره که با شکست طالبان و برچیدن حکومت گروه طالبان شما هم دیگر را در کابل قلقم نکنید آقای منصور؟ همون زمان هم این پاکستان بود که حکومتی‌ها را تجهیز کرده بود. کاکتوس پلاس با لشکری این جمعه ساعت 6:30 شام به وقت کابل از تلویزیون آشنای صدای امریکا.